سلام به دوستان عزیزم، اونایی که صدای منو دارن، اونایی که منو میشنون. امیدوارم که بشنوین صدای منو. صدای من از ترکیه شهر استانبول به همه مهاجران تاجیکستان که در خارج کشور هستن، روسیه، اروپا فرق نمیکنه. من برای شما گفتنی هستم. ملتی که زیبایی دارین، تاجیکستان خیلی زیبا دارین، با حرفای این و اون تاجیکستان زیبا رو جنگ و خونریزی نکنین. چند وقت پیش در صحبت‌های سخنرانی‌های پرزیدنت کشور پادشاهی تاجیکستان در یوتیوب نگاه می‌کردم، همش کامنتاری‌های خیلی بد نوشته می‌کردین. یعنی در شخصیتی اون مرد خیلی حرفای بد نوشته می‌کردی. یعنی شما خائن ملت خود شما هستین. خود شما که به یک پادشاه میگین خائن هستی، نمیدونم تروریست هستی، یعنی این همش خود شما هستین، چون شما دارین میگین. وقتی که کسی این چیز نمیدونه نمیگه، وقتی شما میدونین میگین. حالا من خیلی ناراحت شدم از این چیزایی که دیدم، خیلی ناراحتم، خیلی متاسفم که اینقدر به پادشاهی خوب دارین ولی اون احترام نمی کنین، جای آدم نمیذارین. یعنی شما خود کی هستین نمیدونم. حالا زمانهای جنگی برادرکشی رو از یاد بردین. به محترم جناب عالی پادشاهی تاجیکستان میگین تروریست هستی، این هستی، دوست هستی، خائن هستی. شما خود کی هستین؟ من اینو نمیتونم درک کنم. یعنی بمب میخواین درست کنین، میخواین تاجیکستان رو بکفانین، میخواین پلیس خونه ها رو بکفانین، میخواین برین سوریه، با خود به خونی کودکا و مادرها آلوده میکنین، میرین جنگ میکنین. با کی میکنین مشخص نیست، با مسلمان دارین جنگ میکنین. یعنی میگین مسلمان خود میکشه، این که جهاد نیست. گرچند که نخوردیم نونی گندم ولی دیدیم دستی مردم. قرآنم که نخونده باشیم ولی در مسلمانی نیومده. برو سوریه و یک نفر بکش بعد میری جنت. این چیزا نیست. این چیزا همه دروغن، همه فاناتیک شدن، مغز همه رو شستشو کرده این آدمای بد، همه رو از راه داره میبرن. شما حرفای زشت از روسیه ایستاده با پادشاهی تاجیکستان حرفای بد میگین. این کاراتون خوب نیست. دوباره به تاجیکستان راهی برگشتی ندارین. شما حق ندارین به یک نفر اینطور صحبت کنین. من خود از ترکیه هستم، ترکیه کار میکنم، زندگی میکنم، خودم شهروند تاجیکستان هستم ولی با زبان فارسی دارم صحبت میکنم، چون من زبان فارسی تموم کردم، ختم کردم، ایران زندگی کردم، با زبان تاجیکی صحبت میکنم. ببخشید یکم لهجه ها دارم، به خاطر همین حالا فارسی و تاجیکی فرقی نمیکنه، دوتاش یکیه. به خاطر همین دارم میگم خود ذلیل نکنین، به وطن خود خیانت نکنین، خونریزی نیارین. اون مرده که فراموش کردین زمان جنگ 25 سال قبل اومده زمینی پر از خون رو گرفته گلزار کرده، به همه ما کمک کرده، به خودش یک میکنه، به مردم 10 میکنه. یعنی اینم فراموش نکنین. یک روز به تاجیکستان برمیگردین، همیشه در اروپا و روسیه نمیمونین، چون روسیه که از ما بیزار شده. یک روز همه شما را خواه پاسپورت داری خواه پاسپورت روسی نداری فرق نمیکنه، یک روز همه شما را یک شتمین دازه بیرون. به خاطر همین از دور ایستاده حرفای بیهوده، پک های بیهوده نکنین. به یک پادشاهی یک کشور دارین خیانت میکنین، در شخصیت اون توهین میکنین، خانواده اونو توهین میکنین، مادری اونو، فرزندی اونو. به رستمی رحمان رشک میکنین، حسادت میکنین. رستمی رحمان که به شما گناهی نکرده، چی شده؟ حالا دارین میگین 27 سالشه، صاحب تاجیکستان شده، نمیدونم گنرال شده، من نمیدونم، من ندیدم چون من این طرف زندگی میکنم. شما اینقدر بخیل که هستین، خود مردم تاجیکستان به یک جایی نمیرسین.
یک عمر مسکو هستین، روسیه هستین، به کلا زردا خدمت میکنین چون که بخیل هستین، قلب پاک ندارین، قلب سیاه دارین، هیچ کس رو دیدن نمیخواین. یک نفر پولدار بشه حسادت میکنین، پول از کجا پیدا کرد، آیا چی کار کرد، نمیدونم چی شد. چون خودتان پولدار که نیستین به یک نفر حسادت میکنین. من سخنرانی های جناب عالی امام علی رحمان رو زیاد گوش میدم، زیاد خوشم میاد، دوستش دارم، دستبوسش هستم. ولی این کار شما خوب نیست.